سلام. اگر که دارین این ویدیو رو میبینین احتمال زیاد این باور رو دارین که معلم‌های زبان بسیار کار ساده‌ای دارن و شغل خیلی ساده و آسونیه و هر کسی میتونه این کار رو انجام بده، در صورتی که اصلا و به هیچ عنوان این مورد وجود نداره. اصلا کار ساده‌ای نیست و اینکه تو این ویدیو قرار با هم دیگه 8 تا چالشی که معلم‌های زبان باهاش درگیرن و دست و پنجه نرم میکنن رو بشناسیم و راجبشون آگاهی پیدا بکنیم و آخر این ویدیو متوجه میشین که این باور کاملا غلطه و معلم زبان بودن بسیار هم کار دشواری و هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. چالش اولی که وجود داره اینه که همه فکر میکنن که ساعت کاری خیلی بالایی ندارن معلم زبان ها و خب اصلا این به عنوان چالش به حساب نمیاد، در صورتی که درست شما از بیرون میبینین که یک معلم زبان مثلا 3 تا کلاس پشت هم داره و تایم‌های یک رو هم بینش استراحت داره و اینا وجود داره. البته دارم راجع به معلم زبان هایی صحبت میکنم که توی آموزشگاه ها کار میکنن، قطعا همکاری وجود دارن که بیرون از آموزشگاه کار میکنن برای خودشون و خب این چالش ها شاید یه مقداری یه سریاش برای اونها صدق نکنه، ولی چیزی که وجود داره اینه که به نظر میاد که ما زمان زیادی ازمون نمیگیره شغلمون، ولی در صورتی که از یک معلم زبان اگر بپرسین حتما بهتون این رو میگه که تایم زیادی از تایم استراحتم، تایمی که باید برای خودم باشه، تایمی که باید برای تحصیلم باشه رو دارم برای کلاسام صرف میکنم و اینکه برای هر 1.5 ساعت کلاسی که دارم 1 ساعت هم از قبلش تایم میذارم که مطالب رو به درستی بتونم انتقال بدم، حتی مشکلات و چالش هایی که سر کلاس ممکنه که داشته باشم رو پیش بینی میکنم و اینکه متریال و لسن پلن خیلی قوی بتونم برای کلاسم تهیه بکنم که خب بچه‌ها راضی از اون کلاس برن بیرون. و یه مشکل دیگه که وجود داره توأم با این موردی که الان گفتم راجع به زمان اینه که اگر که شما یک آدم کمالگرایی هم باشین، پرفکشنیست باشین، قطعا خیلی این چالش براتون دشوارتر و سخت‌تر خواهد شد که شما سعی میکنید که همه چیز خیلی پرفکت باشه قبل کلاس و بهترین متریال، بهترین لسن پلن رو برای کلاستون آماده بکنین و خب این زمان خیلی خیلی زیادی از شما میگیره، از یه معلم زبان این یک زمان خیلی زیادی رو میگیره و خب این میتونه چالش بزرگ باشه که یه جورایی ما انگار هیچ وقت هم نمیتونیم که باهاش مقابله بکنیم و همیشه باید پیش بینی بکنیم که خب من الان قراره 1.5 ساعت برم سر کلاس، 1 ساعت هم قبلش یا 40 دقیقه قبلش دارم برای کلاسم حاضر میشم و خب شاید برای کسایی که شغل‌های دیگه دارن این اصلا منطقی نیاد و اونقدی جالب نیاد که خب من بیرون از کلاسم هم دارم کار میکنم، بیرون از کلاسم هم انگار داخل کلاسم. چالش دومی که وجود داره اینه که همه زبان آموزا و همه آدما از اون بیرون فکر میکنن که معلم زبان دیکشنریه و باید همه کلمات رو بدونه و خب چون دانش زبانیش بالاست و سالها زبان خونده قطعا همه چیز رو میدونه دیگه، ما میتونیم هر سوالی ازش بپرسیم و جمله I don't know رو نمیشنویم ازشون، در صورتی که این هم باز دوباره یه چیز غلطیه که وجود داره و خب آدما اینجوری فکر میکنن. ما معلم زبان ها آدمیم و خب ممکنه که یک چیزی وجود داشته باشه اون بیرون که ما اطلاعی راجبش نداشته باشیم و خیلی خیلی بهتر و قشنگتره که معلم زبان شما اگر که یه چیزی ازش میپرسین و نمیدونه نپیچونتتون و خیلی صادقانه بگه که نشنیدم تا حالا همچین چیزی رو یا نمیدونم، اطلاعی راجبش ندارم و بره بعداً حالا اگر که فرصتش رو داشت بره راجبش مطالعه بکنه و بعد بیاد به شما درسش بده، چون ما نسبت به دانشی که داریم در اختیار زبان آموزهامون میذاریم کاملا مسئولیم و باید بدونیم که چی رو داریم بهشون میگیم، آیا میتونه درست باشه یا این جمله‌ای که دارم میگم، اصطلاحی که دارم استفاده میکنم اینجا غلطه. و خب آره این یک چالشیه که وجود داره و همه فکر میکنن که ما دیکشنری اونها هستیم، در صورتی که ما خودمون هم خیلی چیزا رو به جرئت میتونم بگم من 90% چیزهایی که توی کلاس قراره که درس داده بشه رو چک میکنم، از چت جی پی تی سوال میپرسم راجع به گرامری که وجود داره، راجع به سوالاتی که وجود داره و بعد لسن پلن میکنم، بعد متریال آماده میکنم برای کلاس و این انتظار رو داشته باشین از معلم زبانتون که اونها هم یک سری چیزها رو ندونن و خب این جمله آدونو رو که ما میگیم بچه‌ها یه حالت علامت تعجبی توی چهرهشون میاد که یعنی چی شما معلم زبانی رو باید بدونید. چالش سومی که ما معلم زبان ها باش مواجه میشیم اینه که خیلی وقتا توی کلاسی که واردش میشیم و قراره درس بدیم به اون شاگردها یا زبان آموزها سطح متعادلی ندارن
درسته که همشون مثلا ممکنه که اینترمدیت باشن، همشون ممکنه که نمیدونم مثلا سطح 2 و 1 باشن، ولی 2 و 1 های متفاوت هستن. یک سریاشون مثلا لهجهشون خیلی قوی تره و خب فیلم و سریال زیاد دیدن و دایره واژگان خیلی خوبی دارن. یک سریاشون ممکنه که نه، مثلا تو آموزشگاهایی رفته باشن که گرامر قوی تری داشته باشن و خیلی قوی تر گرامر رو کار کرده باشن، یا اینکه ممکنه که اصلا برعکس، اصلا طرف حالا زبان نرفته، هیچ ایده‌ای هم نداره راجع به زبان، فقط صرفا با همون آموزشگاه اومده بالا و طبق همون کتاب سطحش هست و نشسته توی اون کلاس. ما باید یک بالانسی نسبت به این زبان آموزها و شاگردایی که توی کلاسمون هست برقرار بکنیم که خب همشون توی کلاس از اون کلاس لذت ببرن و آموزش ببینن. اینجوری نباشه که اونی که مطالب رو بیشتر بلده، کلمات بیشتری بلده، حوصله‌اش سر بره و یا خب از کلاس خسته بشه و همش بخواد بره بیرون، یا برعکس اون کسی که اصلا دانش زبانی خوبی نداره ولی خب در سطح کتاب هست خیلی براش سخت بشه مطالب و فکر بکنه که از بقیه سطحش پایین تره و اعتماد به نفس خودش رو از دست بده. این وسط ما معلم زبان هاییم که به شاگردا امید آینده میدیم که هم به اونی که سطحش یه خورده پایین تره و در سطح کتابه، هم به اونی که یه خورده سطحش بالاتره و خب دانش زبانی خیلی بهتری داره و جفتشون هم باید اوکی باشن، باید از کلاس راضی باشن و لذت ببرن. یه چالش دیگه‌ای که ما داریم، چالش 4ممون اینه که ما معلم زبان‌ها همیشه باید سطح خودمون رو تطبیق بدیم نسبت به اون چیزی که اون سطحی که زبان آموزهامون دارن. مثلا اگر که سطح زبان آموز A1 باشه، ما باید در حد A1 باشون صحبت بکنیم. گرامرهای پیچیده، کلمات پیچیده رو نمیتونیم توی کلاس استفاده بکنیم چون خب اونها جواش میمونن و این شکلیه که این کلمه چیه، من اصلا هیچ ایده‌ای ندارم که چیه و احساس کمبود میکنن و اعتماد به نفسشون دوباره میاد پایین. به این مورد ما میگیم لول ادپتیشن که خب و اگر که شما تو طول زمانی که دارین کار میکنین از وقتی که معلم زبان شده باشین کلاس‌های لول خیلی پایین‌تری داشته باشین، همش باید درگیر این باشین که سطح خودتون رو بیارین پایین و انقدر اگر که کلاس‌های لول پایینتون بیشتر باشه انقدر این سطح رو میارین پایین که همونجا میمونه و خب این یک چالش خیلی بزرگیه که وجود داره و خب خیلی ازش آگاهی ندارن و صرفا میدونن که یک فرسایشی داره اتفاق میفته که من نمیدونم این الان چیه، من نمیدونم که چرا دانش زبانی من خوب بود، نمیدونم چرا الان این اتفاق افتاده. این موضوع خیلی بین معلم زبان‌ها رایجه و خب چون توی آموزشگاه‌های زبان لول تدریس وجود داره، شما ممکنه که یه مدت طولانی مثلا سطح A1 درس بدین، مثلا پری اینترمدیت درس بدین و خب این قضیه خیلی شایعه که شما سطح خودتون هم بعد این مدت به همونجا میرسه. خیلی مهمه که اگر که با این چالش دارین دست و پنجه نرم میکنین و معلم زبان هستین، خیلی مهمه که دانش خودتون رو نگه دارین و سعی کنین که ثباتش رو حفظ بکنین. با کسایی که هم سطح خودتون هستن در ارتباط باشین، صحبت بکنین، تو گروه همکاراتون و زبان آموزایی که در سطح شما هستن همیشه باشین و باهاشون ارتباط برقرار بکنین و خب خیلی راهکارهای دیگه‌ای وجود داره، مثل اینکه خودتون رو با کانتکست، با اون فیلم‌ها، سریال‌ها و خب چیزایی که در سطح شما هست آپدیت نگه دارین و نذارین که اون دانشی که توی ذهنتون شکل گرفته بوده روز به روز کمتر بشه و کم کم از بین بره توی ذهن شما و صرفا شما تبدیل بشین به یه زبان آموزی که یا تیچری که سطح A1 داره. چالش دیگه‌ای که ما داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم اینه که ابزرو میشیم و هر ترم یا حتی مثلا چند ترم یک بار یکی از سوپروایزرهای اون آموزشگاهی که داریم تدریس می‌کنیم قبل از کلاس به ما میگه و وارد کلاس میشه و چک میکنه که ببینه استاد داره خوب تدریس میکنه، بر اساس معیارهای آموزشگاه بچه‌ها دارن مطالب رو یاد میگیرن و یا اینتراکشنشون با استاد چه شکلیه، خوبه یا نه. و خب همه این قضایا اون یک جلسه ابزروی که قراره بشیم بسیار چالش زیادی داره و استرس بالایی داره و خب استرس بالاش هم منجر به این میشه که ما هر جلسه توی طول ترم که اگر 15-16 جلسه داریم میریم سر کلاس، هر جلسه منتظر اینیم که یکی بیاد بهمون بگه که قراره بیام کلاس رو ابزرو بکنم، قراره که بیام سر کلاس بشینم و چک بکنم و یا هر دقیقه استرس اینو داریم که از تو دوربین ما رو دارن چک میکنن.
و خب این قضیه باعث میشه که همیشه ترس از قضاوت شدن اون بیرون باشه، در صورتی که هر چقدر هم اون سوپروایزر برخورد خیلی خوبی داشته باشه، فیدبک رو خیلی خوب بده، نقاط قوتمون هم در کنار نقاط ضعف گفته بشه، باز همون استرسش وجود داره. و اون لحظه‌ای که قبل از کلاس یک روبی که داریم استراحت میکنیم، یک سوپروایزری وارد کلاس وارد تیچرز روم میشه و همه به اون سوپروایزر چشم دوختن که ببینن سمت کی داره میاد و کی قرار ابزرو بشه، آیا منم یا نه. اون استرس خیلی بالایی داره و من حداقل راهی براش پیدا نکردم که بتونم هندلش بکنم. چالش دیگه میتونه این باشه که همه از بیرون فکر میکنن که ما صرفا دانش زبانی داریم و 7 سال 8 سال داشتیم زبان میخوندیم، بعد به طور مثال و بعد اومدیم و تیچر شدیم توی همین آموزشگاه، یا اینکه اومدیم و کلاس خصوصی قبول کردیم و یه سری زبان آموز داریم. در صورتی که این یک باور غلطیه که توی عموم مردم وجود داره و شما بهتر بدونین که علاوه بر این که ما دانش زبانی خوبی باید داشته باشیم، باید تکنیک های تیچینگ بلد باشیم، بدونیم که چجوری قراره این مطلب رو درس بدم و استانداردش چیه، بهتره که چه شکلی درس داده بشه. تکنیک های منیجمنت باید بلد باشیم که چجوری کلاس رو مدیریت بکنیم و چجوری بدونیم که خب اوکی الان این اشتباه کرد، چجوری بهتره که بهش واکنش نشون بدم که هم اعتماد به نفسش خورد نشه، همین که درستش بکنم، چیزی که غلطه رو باید درستش کرد قطعا. و اگر اون چیز اشتباه رو درستش نکنیم ممکنه که زبان آموز تا سطح 6 و 6 که تنسیبان باشه میره و همچنان اون اشتباه رو میکنه، هر چند اون اشتباه مبتدی باشه و خب خیلی زشته به عنوان یک زبان آموز سیبان که اشتباه مبتدی داشته باشه و این نشون میده که توی اون جای مناسبش استادش این اشتباه رو ازش نگرفته و این مشکل رو پیدا کرده زبان آموز. و بله، تکنیک های متفاوت ما باید بلد باشیم و هر روز این تکنیک ها رو باید آپدیت بکنیم، چون ممکنه که یک روز این تکنیک هایی که الان من بلدم اکسپایر بشه و بیان بگن که آقا این تکنیک دیگه کار نمیکنه و ممکنه که توی کلاساتون جواب نگیریم. بر اساس تجربه‌ای که توی آموزشگاه به وجود میاد ممکنه که اون تکنیک رو تغییر بدیم، یا اینکه ممکنه که مقالات علمی خونده بشن و در نتیجه این بشه که خب اوکی ما دیگه از این تکنیک استفاده نمی‌کنیم و یک چیز جایگزینی براش قراره که پیدا بشه. پس در نتیجه ما هر روز باید تکنیک‌های تیچینگمون رو هم در کنار دانش زبانیمون آپدیت نگه داریم. چالش بعدی که وجود داره اینه که زبان آموزها با هم متفاوتن و هر کدومشون ممکنه که رفتار متفاوتی نسبت به بقیه داشته باشن، سلیقه متفاوتی داشته باشن. اگر که درس راجع به مثلا ورزش هاست، سپورتس باشه، ممکنه که یه سری ورزش دوست داشته باشن، یه سری دوست نداشته باشن اصلا به هیچ عنوان. و ما به عنوان یک معلم زبان باید این کلاس رو یه جورایی بالانس نگه داریم که هم اون کسی که دوست داره اذیت نشه، همون کسی که دوست نداره بر حسب سلیقه هاشون، بر اساس اون رفتاری که نشون میدن نسبت به هر چیزی و همه اینا ما باید حواسمون به اینها باشه و کلاس رو برای همه جذاب نگه داریم. اگر که ما به عنوان معلم زبان بلد باشیم که چه جوری کلاس رو جذاب نگه داریم که همه از اون کلاس لذت ببرن، در نهایت انگیزه زبان آموزها بالا میره و شوق و اشتیاق اومدن به سر کلاس رو دارن و هر روز این شکل نیستن که انگار وظیفه است و دارن برای انجام دادن یک وظیفه ای میرن سر کلاس و صرفا برای اینکه توی کارهاشون کلاس زبان رفتن رو تیک بزنن دارن میرن سر کلاس و میخوان که یه IELTS بگیرن، میخوان که مثلا یه جایی رفتن بتونن صحبت بکنن و همین اینا. پس ما به عنوان معلم زبانیم که انگیزه دانش آموزها رو، زبان آموزها رو بالا نگه می‌داریم و ذوق و اشتیاقشون برامون مهمه و همه سعیمون رو برای این قضیه میکنیم و خیلی جاها میتونه یه چالش برای ما باشه. مورد دیگه‌ای که وجود داره اینه که ما علاوه بر شاگردامون خیلی جاها زبان آموزای تینیجری هستن، نوجوانی هستن که ما باید با پدر مادرشون هم سر کله بزنیم، یا خیلی جاها کودکن که باز باید با پدر مادرشون خیلی بیشتر سر کله بزنیم که خب این یه چالش خیلی خیلی بزرگه به نظر من که باید بدونیم که چجوری هندلش بکنیم و سعیمون رو برای این قضیه میکنیم همیشه. که خب یک سری از مادرها فکر میکنن که بر اساس باور قدیمی و یه سری کارهایی که قبلا انجام میدادن، یک سری معلمایی که خودشون داشتن، فکر میکنن که این تکنیکی که صرفا با بچه گرامر کار بشه، صرفا به بچه یک عالمه تکلیف داده بشه درسته و خب خیلی هاشون این انتظار رو دارن که به بچه ما تکلیف نمیدیم یا صرفا هر جلسه 2 صفحه تکلیف داره انجام میده.
در صورتی که ما به اندازه کافی توی کلاس با بچه‌ها کار می‌کنیم، به اندازه کافی باید سر کلاس یاد بگیرن و خب تکلیف کافی هم داده میشه همیشه، نه اینکه صرفا مثلا 2 صفحه تکلیف داده بشه همون 2 صفحه احتمالاً از نظر استاد صلاح دونسته شده. مورد دیگه اینه که معلمای زبان همیشه با این قضیه مشکل دارن که هر روز اصطلاحات جدید وارد زبان میشه. یک عالمه اصطلاحات اسلنگ و عامیانه‌ای وجود داره که ممکنه ما ندونیم و صرفا فقط نیتیو اسپیکرها راجبش اطلاعات داشته باشن و خب ما باید انقدری داخل اون کانتکستامون ریز بشیم، انقدری توی دل فیلم و سریال بگردیم و پیدا بکنیم که این اصطلاحات جدید رو هم باشون آشنایی داشته باشیم و اطلاعات داشته باشیم نسبت بهشون، که اگر یک روزی یک زبان آموزی اومد ازمون این سوال رو کرد، سوالی راجب اون اصطلاحات جدید یا نیتیو داشت، ما بتونیم اون رو جواب بدیم. خب همزمان باهاش باید یک سری اصطلاحات خیلی قدیمی تر هم راجبشون اطلاع داشته باشیم که اگر یک زبان آموزی اومد خیلی نابجا اون رو استفاده کرد، اصطلاح خیلی قدیمی رو، بهش بگیم که ببین راه رو داری اشتباه میری و این اصطلاحی که شما استفاده کردی دیگه اونقدر کاربرد نداره و استفادهش ممکنه خیلی کم باشه. پس ما به این قضیه هم توجه میکنیم. چالش بعدی که وجود داره اینه که ما معلم زبان‌ها درآمد خیلی پایینی داریم و از معلم زبان نمیشه به عنوان یک شغل یاد کرد که درآمد خوبی داره و صرفاً اگر که درآمدی داشته باشیم هم خصوصاً اون اولای کارمون صرفاً خرج اون نیازها و خود شغلمون میکنیم و خب اگر که داریم فکر میکنیم که معلم زبان باشیم به هیچ عنوان بهش به عنوان یک شغل خوبی که درآمدش بالاست نگاه نکنید توی جامعه الان ایران. و در نهایت هم باید اینو بگم که چالش‌های تیچر زبان بودن خیلی بیشتر از این مورد است و اینکه اگر دوست داشتین که بیشتر راجبشون بدونین برام کامنت بذارین که یک ویدیو دومی براش بسازم و اینکه این رو بدونین که همیشه قدر معلم زباناتون رو باید بدونین و اونها تلاش خیلی زیادی دارن میکنن، همه سعیتون رو بکنین که به بهترین نحو زبان رو یاد بگیرین.